این یک موردی است که به عنوان شروع بحث، یعنی این که توضیح بدیم چرا ما روی هم‌آوایی اینقدر تاکید داریم. ای آنان که در صحبت من یگانه و از الفت دیگری بری و بیگانه هستید. این ترجمه تاریخ یمینی. در اینجا دو تا کلمه ما داریم، یکی بیگانه و یگانه. به این برخواهیم گشت. کجا برمیگردیم؟ در همین بررسی مورگانی خودمون از نظام خویشاوندی. منتها نظام خویشاوندی در سیستم ایران، در پرشنت استیتس، در سیستم هایی که بر اساس فرهنگ ایرانی رشد کردن، بسیار پیچیده است. شما این پیچیدگی رو به عنوان مثال در سیستم درویشی میبینید. در اونجا دو تا نظام موازی کنار هم پیش میرن که برای مورگان کاملا ناشناخته است دیگه طبیعتا، و اون سلسله نسب و سلسله طریقته. اگر شما تشریف ببرید در یک خانقاه، دو تا شجره کنار هم میبینید، یکی سلسله نسب هست، یکی سلسله طریقت. یکی نشون میده که در واقع پدر بیولوژیک در واقع شیخ کیست و پدر پدرش کیست و پدر پدر پدرش کیست و معمولاً باید برسه به حضرت محمد. و یکی دیگه سلسله طریقت هست که آن هم به همین طریق باید برسه به حضرت محمد، ولی در اونجا ما نسب به صورت ژنتیکی و به صورت بیولوژیک انتقال پیدا نمی‌کنه، بلکه از طریق طریقت، از طریق رابطه مراد و مریدی است که انتقال پیدا میکنه. و اینطوری است که یک شیخ را ما میشناسیم. شیخ در واقع دارای دو پدر هست در سیستم تقسیم بندی ایران، در سیستم دراویش ایرانی. اینو فقط برای این عرض کردم که ببینید چقدر مفهوم یگانه و بیگانه پیچیده است و میتونه باشه. اما خب ضرب المثلمون هم که نگاه کنیم، ما میبینیم که رابطه خویشاوندی صرفاً با ازدواج اتفاق نمیفته. این ضرب المثل شاید شنیده باشید که زن تا نزاید بیگانه است. این در واقع جامع التمثیل اومده، دهخدا عنوانش کرده و من هم اینجا میگم و خودم هم شنیدم که تا وقتی که زن نزاد این جزء ما نیست. این کلمه که ما میگیم یکی از ما نیست، این بیگانه و یکی از ما بودن با هم اشتراک لفظی دارن، چون که ما میگیم یگان، دوگان، سگان، یگانه و بعد میگیم بیگانه. در واقع کسی که بیگانه است در واقع بیگان هست، به شمار نمیاد، هیچ کسه. این بسیار مهمه، این نکات بسیار مهم هستن از این لحاظ که به ما نشون میدن که ما چگونه بدون اینکه بدونیم در داخل یک ساختار داریم فکر میکنیم و این ساختار چگونه داره رفتارهای ما رو گماگاهانه یا ناخودآگاه شکل میده. گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم، گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه. اینجا خویش با بیگانه متضاد هست. خویش کسی است که در واقع در داخل یک عدد گم شده، یک هست، یگانه است با یک جمع. بیگانه کسی است که به غیر قابل شمردن هست، غیر شمار. ما این رو در سیستم ثبت احوال هم داریم. این کلمه غیرشمال که میشنوید در واقع در اصل یک اصطلاح ثبت احوالی بوده به اسم غیر شمار. کسی که در داخل ثبت احوال نمیاد، واردش نمیکنن، ازش نمیپرسن پدرت کیه، مادرت کیه. اونها غیرشمالن. غیرشمال کسی است که نام ندارد، پدر ندارد یا هر چیزی، شمرده نمیشه، بیگانه است، یک هیچ کس. اینجا ما وارد لایه عمیق‌تری از مسئله خویش و بیخویشی میشیم. برگردیم سر همون پدرجان و مادرجان و برادر و خواهر خودمون که معمولاً در روزمره استفاده میشه دیگه. مثلا پدرجان در ماشین ما یواشتر ببند. راننده تاکسی به ما میگه پدرجان، به خاطر اینکه ما اینو استفاده میکنیم به عنوان احترام، ولی خواهیم دید که پشتش یک ساختار پنهان هستش که از یک نظام عشیره، یک خانواده گسترده میاد که هنوز خودش رو در فردیت حل نکرده و بنابراین بسیار سخت هست برای یک انسان که در چنین جامعه‌ای فردیت خودش رو به منصب بگذاره، برای اینکه به محض اینکه متفاوت بشه دیگه فقط متفاوت نیست، یک بیگانه است، یک هیچ کس و به این ترتیب طرد میشه.
این دقت و زنهاری است برای اینکه ما چگونه امروز به راحتی میگیم این خودیه یا غیر خودیه. این تقسیم بندی ها از اینجا میاد که یک ذهنیت عشیره‌ای داره بر ما حکم میکنه بدون اینکه بدونیم. و امیدوارم مردم کاوی در همین اولین شمارش زنهاری باشه برای جستار بیشتر، توجه بیشتر به کلماتی که ذهن ما رو میسازن.